رضا اسدی، مهدی ترابی، میلاد سرلق حمله میکنن. ببینیم ما تو چه میکنن. رد میشه، میزنه، گوهری میگیره، یه فرصت. نظر داور مسابقه چیه؟ استقلالی ها اعتقاد به خطا دارن. داور میگذره. حالا از اون ور پرسپولیسه که حمله میکنه. هیجان اینقدر زیاده که واقعا فشار رو بالا برده و مربی‌ها عصبی‌اند، بازیکن‌ها هم به حال به تبعیت از مربی‌ها. امیدواریم که آرامش حاکم بشه و بازی داغی رو ببینیم، نه بازی پر از دعوا و جنگ و جدال رو. یه فرصت حالا برای استقلال به سمت دروازه، دریبلش هم میزنه، هنوز فرصت داره استقلال روی خط دروازه و برمیگرده از این ور و توپ به ثمر نمیرسه. دست راستش آورده بالا که حتما علامتیه برای هم تیمیاش. میفرسته برای رافائل از رو چاپچوب بالا میره و به پشت دروازه میرسه. مهدی پور، دانشگر لا نمیده توپ رو برای عارف غلامی. او هم دوباره عوض میکنه، میبره به سمت دیگه. حسین زاده اونجا یه فرصت عالی، موقعیت برای استقلال و تو آخرین لحظه یه حرکت دیگه. حالا برای شماره 77 سعید آقایی روی دروازه، یه ضربه سر، یه فرصت، یه چرخش و توپ به بالای دروازه میره. اعتراض میکنن به فاصله کم مدافعان پرسپولیس. یه بازیکنشون هم روی زمین دراز کشید تا اگر حالا ضربه زده میشه و گوهری دوباره برگشت توپ. فرصت برای یاران استقلال و گوهری. باشه آروم باشید. دوباره نعمتی، یه پاس خیلی خوب میندازه، از اونجا دیگه این توپو خراب میکنه و از دست میره. چشمی، رافائل، این بار هم حالا با ضربه سر، فرصت برای یاران پرسپولیس در محوطه جریمه و حسینی درازکش توپو در اختیار میگیره. متحری مقدار گمه و اشتباه میکنه، توپ از دست میره. دوباره داسیلوا، یه پاس با شنفا، آفساید نیست. فرصت برای یاران استقلال فرصت داره به بیرون. کی میزنه این توپو؟ یه ضربه آروم و در دستان احمد گوهری که باعث میشه روحیه بیشتری هم بگیره. گله خودش رو نشون داد. دوباره فرصت برای پرسپولیس، وارد محوطه جریمه شدن، به بیرون میفرستن، یه فرصت دارن. حالا فرصت، ضربه بعدی باز هم گل نمیشه. هیاهو به ورزشگاه همچنان برگشته و تماشاگران هم در این ایجاد این بازی زیبا نقش دارن. واقعا هیاهوی اون هاست که این فوتبال رو زیباتر کرده. فرصت برای پرسپولیس، موقعیت دارن. حالا ببینیم چی کار میکنن. پاس به عقب، یه شوت و به کنار دروازه. دوباره کوین یانگا، مهدی پور با سر تو در، یه فرصت، یانگا پا به توپ نمیشه، یه ضربه و به بیرون میره. این توپ هم به بیرون میره از ارسلان مطهری. همین چه روی دروازه، توی دروازه ارمز ها به گل میرسن. نامین رضاییان پاس گل میده و گوهری در بین طرفدار قرمز دفاع میشه. یک هیچ پرسپولیس جلو میافته و نتیجه 1-0 میکنه. شرایط خاصی در ورزشگاه آزادی حاکم شده. یه ضربه ایستگاهی تماشایی، یه ضربه سر زیبا و یه گل فوق‌العاده برای بازیکنان پرسپولیس. فرهاد مجیدی حالا نگاه میکنیم صحنه رو. حسینی هرچه تلاش کرد به توپ نرسید و فرشاد و علی نعمتی زننده گل بازیه. نگاه کنیم با این ضربه سر خیلی خوب بود صحنه ای که اینجا یه گل زیبا به ثمر رسید. هر چی تلاش کرد دروازه‌بان تیم استقلال، ببینید به توپ نمیرسه و توپ توی دروازه آرام میگیره و پرسپولیس 1-0 جلو میافته.
فوتبال همینه، یه گروه میخندن، یه گروه گریه میکنن، یه گروه شادن، یه گروه غمگینن. فوتبال ورزش اشک‌ها و لبخندهاست. فعلا باد به پرچم قرمز ها میوزه. حالا استقلال، حالا فرصت، حالا ضربه. تشویق ایسلندی ایرانیزه شده پرسپولیسی ها رو در ورزشگاه میبینید. یه فرصت دیگه برای پرسپولیس، یه ضربه دیگه میزنن، از کنار دروازه به بیرون میره. حالا دروازه استقلال در حمایت طرفداران خودشه، دروازه پرسپولیس هم در دید نزدیکتر طرفداران پرسپولیسه. یه فرصت برای استقلال، موقعیت داره، اگه پاس به بیرون بندازه میزنه، خودش مستقیم میزنه. چه موقعیتی بود! وحید امیری خوب میدمه، خوب تلاش میکنه، به رامین رضاییان میرسونه توپو. دوباره رامین خودش از راه دور میزنه و به بالای دروازه میره، توپو میگیره. تمیروف از همونجا میخواد گل بزنه. کوین یامگا توپ خوبی گرفته، یامگا پاس میده، فرصت برای استقلال، قاطی میکنن بازیکن‌ها، قاطی میکنن و نمیتونن گل مساوی رو بزنن. با قدرت بدنی خوب خودش یارم استقلال تو زمین خودشون نگه داشته. یه فرصت دیگه، این بار حالا حسین زاده میره برای کنترل توپ. حسین زاده توپش رو میزنن و برمیگردونن، رامین رضاییان میزنه. دوباره رامین، باز هم حسین زاده درگیر، توپو پس گرفت. حالا فرصت برای حسین زاده، یه دریبل دیگه، یه فرصت، یه ضربه. خیلی بد، آخرش خیلی بد کار کرد. دفاع جانانه هردانی رو دیدیم. حالا باز هم پرسپولیس، یه فرصت دیگه، 4 نفرن و این بازیکن تنهایی میخواد بزنه توپو. غلامی پشت سر همه. حامد پاکدل هم آماده است تا به بازی بیاد. ضربه سر، استقلالی ها دیگه باید فقط سانتر بکنن. یه سانتر دیگه باز هم انجام میشه، رو دروازه، گل! توی دروازه، گل! تعویض طلایی فرهاد مجیدی. چه خبر شده تو ورزشگاه، چه قوقایی شده تو ورزشگاه. حالا باد به پرچم آبی ها میزنه، حالا باد به پرچم آبی ها میوزه و آبی ها هستن که خوشحالن. حالا جای اشک‌ها و لبخندها عوض شد. حالا استقلالی ها میخندن و پرسپولیسی ها ناراحتن. فرهاد مجیدی چه تعویضی میکنه. سانت این دستور فرهاد مجیدی بود که انجام شد و سید جلال دیر به بازی رفت. شاید اگه سید جلال زودتر میرفت پرسپولیس این گلو نمیخورد. رودی جستن شاید سریعترین گل تاریخ فوتبال خودش رو زد. نگاه کنیم یه بار دیگه، صالح هردانی میفرسته شیرجه جستن و نتیجه 1-1 مساوی میشه. 2 گل تقریبا یه شک در بازی رو دیدیم. یکی برای پرسپولیس با پاس عالی رامین رضاییان و ضربه تماشایی علی نعمتی، یکی با پاس فوق‌العاده صالح هردانی و ضربه زیبایی که یاران استقلال به توپ میزنه. 1-1 مساوی. یحیی تا کجا رفته تو زمین ببینید، به سینه داور میزنه. رفتار خوبی نیست. امیدواریم خویشتن‌داری بکنن و کنترل بکنن خودشون رو. نگاه کنیم مشکل چیه. شاید اعتقاد داره که آفساید بوده. گل به ثمر رسیده. داور هم با دستش اعلام کرده که گل مورد قبوله. یحیی ناراحته. حتی مهدی پور هم میخواد که یحیی آرامش خودش رو حفظ بکنه. سهیل مهدی هم اونجاست. پرسپولیس در لحظه‌ای که گل خود 10 نفره بود، همچنان یحیی گل محمدی از آرامش خارجه. این بار حالا چراغ‌های موبایل استقلالی ها روشنه. سعید آقایی تو اون لحظه مصدوم بود و بیرون بود. یه فرصت برای یاران پرسپولیس.